سلام، من تیرنا حسنی، مطالب صنف پنجم هستم. نام پدرم عبدالحمید است. من اول نمره هستم و میخوام دیگام تلاش کنم که اول نمره صنف خود شوم. اول که مکتب میام با نظم میشینم، میخوام درسای استاد خود یاد بگیرم. درسای ما بسیار خوب است و از استادان ما بسیار مهربان هستند. از استادان خود میتونم درسهای خوب یاد بگیرم. درس زندگی جنبورهای اثر بسیار جالب و منظم میباشد. از کل مضامین که در قرآن کریم از یاد دوست دارم و دری را. آرزوی من است که در آینده دکتر شوم. هیچ رویایی برای شما دور نیست. اگر با جان دل تلاش کنید، باید بسیار تلاش کنند تا در آینده یک چیز را بسازند که پدر و مادرشان بسیار ازشان خوشحال و راضی باشد. آن کسایی که درس نمیخوانند، شوخی میکنند، باید از او میخوایم که تا درس بخواند تا آیندهشان خوب شود، روشن شود. از حکومت میخوایم مکتبای دخترها را باز کنند که ما تلاش کنیم تا به آرزوی خود برسیم.